آریا همیشه فکر میکرد که زندگیش به بهترین نحو پیش میرود. یک شغل عالی، درآمد خوب، موقعیت اجتماعی ممتاز. اما هیچ کدام اینها نمیتوانستند آن لحظه‌ای که در دفتر کارش احساس کرد چیزی در درونش شکست را جبران کند. قلبش تند میزد، نفسش به سختی بالا می آمد. او تنها به یک چیز فکر میکرد: اگر امروز بمیرم آیا راضی خواهم بود؟ این لحظه نقطه عطفی بود که همه چیز در زندگیش تغییر کرد. آریا نمیدانست که در ادامه این سفر به سوی زندگی جدید سرشار از سلامتی و آرامش آیا او را به کجا خواهد بود. در یک شهر کوچک مرد به نام آریا زندگی میکرد. آریا از جوانی به کار و تلاش فراوان پرداخته بود. همیشه درگیر مسئولیت‌ها و مشکلات زندگی بود. او به شدت به شغلش وابسته شده بود و وقت زیاد را صرف کار میکرد. اما اغلب فراموش میکرد که به خودش توجه کند. شبها دیر وقت به خانه می آمد. غذایی که میخورد بیشتر فست فود یا غذای ناسالم بود و هیچ وقت ورزش نمیکرد. این سبک زندگی برای مدتها ادامه داشت تا اینکه در میانه دهه 4 زندگیش مشکلات جسمی و روانی شروع به نمایان کردن کرد. یک روز که آریا در دفتر کارش نشسته بود، احساس کرد درد شدیدی در ناحیه کمر دارد. برای اولین بار احساس کرد که بدنش دیگر مانند گذشته قدرت ندارد. احساس خستگی دائمی و بیحالی او را درگیر کرده بود. به راحتی نمیتوانست تمرکز کند. همچنین از این که هیچ وقت به خود توجه نکرده بود احساس گناه میکرد. آن روز که آریا به خانه برگشت، همسرش سارا متوجه شد که او بسیار ناراحت و ناتوان است. سارا که همیشه به سلامت خود اهمیت میداد، تصمیم گرفت با آریا صحبت کند. سارا گفت: آریا، من نگران سلامتت هستم. باید به خودت توجه بیشتری کنی. چرا روزها برای ورزش وقت نمیگذاری؟ چرا به غذایی که میخوری اهمیت نمیدهی؟ آریا کمی فکر کرد و گفت: سارا، همیشه درگیر کارها بودم و اصلا به مسائل این چنینی توجه نکردم. حالا احساس میکنم بدنم ضعیف شده و ذهنم دیگر آنطور که باید کار کند کار نمی کند. سارا که خودش همیشه به سلامتی جسمی و روانی خود توجه کرده بود، به آریا توصیه کرد برای تغییرات بزرگ در زندگی باید گام‌های کوچکی بردارد. او گفت: آریا، مهم است که به سلامت جسمی و روانی خود توجه کنی. بیا با هم شروع کنیم. در روزهای بعد آریا تصمیم گرفت که برنامه‌ای برای تغییر سبک زندگیش تنظیم کند. او به نکاتی که سارا به او گفته بود توجه کرد و به آرامی تغییراتی در زندگی خود ایجاد کرد. اول، ورزش منظم. آریا هر روز صبح قبل از شروع به کار 30 دقیقه پیاده روی می‌کرد. او می‌دانست که این کار نه تنها به سلامت جسمش کمک می‌کند، بلکه به ذهنش نیز کمک می‌کند و ذهنش را نیز تازه می‌سازد. دوم، تغذیه سالم. او تصمیم گرفت که به غذاهای سالم توجه کند. از مصرف فست فودها خودداری کرد. به جای آن میوه‌ها و سبزیجات و پروتئین‌های سالم را در برنامه غذاییشان جابجا کرد. سوم، خواب کافی و با کیفیت. آریا متوجه شد که خواب شبانه اهمیت زیادی دارد. او تصمیم گرفت که ساعت خواب خود را تنظیم کند و از خوابیدن دیر هنگام و استفاده از تلفن موبایل قبل از خواب خودداری کند. چهارم، آب خوردن کافی. آریا به یاد داشت که هایدریت نگه داشتن بدن مهم است. بنابراین مصرف آب را افزایش داد و همیشه یک بوتل آب در کنار خود داشت. پنجم، چکاپ منظم صحی. بعد از مدتها آریا به دکتر مراجعه کرد و از وضعیت سلامتی خود اطمینان حاصل کرد.
دکتر به اون توصیه‌های برای حفظ سلامتی بیشتر داد. ششم، همچنین آریا و توصیه سارا مدیریت استرس روانی را آغاز کرد. او برای همیشه و برای کاهش استرس روزانه‌اش هر شب 10 دقیقه مدیتیشن میکرد و به این ترتیب ذهنش آرامتر میشه. هفتم، تقویت روابط اجتماعی. آریا فهمید که تنها بودن و دوری از دوستان و خانواده تأثیر منفی بر روحیه‌اش دارد. بنابراین سعی کرد وقتی بیشتری را با سارا و دوستانش بگذراند، حتی آخر هفته با دوستان قدیمیش تماس میگیری و دیدارهایی را ترتیب میداد. هشتم، پذیرش خود. او یاد گرفت خود را همان طوری که هست بپذیرد. به جای احساس گناه نسبت به گذشته به پیش نگاه کرد، تغییرات مثبت را در زندگیش شروع کرد. هر روز که می‌گذشت، آریا احساس بهتری پیدا می‌کرد. بدنش انرژی بیشتری داشت، ذهنش از افکار منفی رها شده بود. او متوجه شد که توجه به سلامت جسمی و روانی نه تنها از او فرد سالمتری می‌سازد، بلکه به او کمک می‌کند تا از زندگی لذتی بیشتری ببرد. چند ماه بعد آریا با دوستانش گفت وقتی به گذشته نگاه میکنم میبینم که چقدر به خودم بی‌توجه بودم. اما اکنون به خودم احترام میگذارم و از زندگیم لذت میبرم. این تغییرات کوچک زندگیم را کاملا دگرگون کرده است. داستان آریا نشان میدهد که توجه به سلامت جسمی و روانی یک فرایند تدریجی است که به تغییرات کوچک و مستمر نیاز دارد. اگر به خودمان توجه کنیم، می توانیم به زندگی با کیفیت تر و سالم تری دست یابیم. داستان آریا به ما یادآوری می کند که مراقبت از سلامت جسمی و روانی باید بخش از زندگی روزمره ما باشد. هرگز نباید آن را به بهانه‌های مختلف نادیده بگیریم. این داستان به ما می آموزد که توجه به خود نه تنها برای جسم بلکه برای ذهن نیز ضروری است. وقتی به سلامت جسمی و روانی خود اهمیت می دهیم، کیفیت زندگی ما به طور چشمگیری بهبود پیدا می کند. تغییرات کوچک و تدریجی تأثیرات بزرگی دارد. شروع کردن از قدم‌های ساده مانند ورزش، تغذیه سالم، خواب کافی و گذرانی با دوستان و عزیزان می تواند تغییرات بزرگ و مثبتی در زندگی ما به وجود آورد. پذیرش خود و اشتباهات گذشته اولین گام برای بهبود است. نباید خود را به خاطر اشتباهات گذشته سرزنش کنیم، بلکه باید از آنها دست میگیریم و به پیش برویم. زمان گذاشتن برای روابط اجتماعی و خانواده نه تنها به ما کمک می کند که از استرس ها و نگرانی های روزمره رهایی یابیم، بلکه موجب می شود که احساس تعلق و حمایت عاطفی بیشتری داشته باشیم. در نهایت این داستان به ما یاد می دهد که باید از خودمان مراقبت کنیم، چرا که تنها با حفظ سلامت جسمی و روانی می توانیم از زندگی واقعی و با کیفیت لذت ببریم.